لحظه ها با گذشت وقت سپری می شوند. بعد از چند صبح نو فرا می رسد. کوه و صحرا، دیها و محله ها همه خاموش، گویا چیزی را انتظارند. بله، این همه منتظر طلوع آفتابند، طلوعی که به دنیا نور، به دلها سرور و به سبزه و غنچه های نورسته جان و جهان می بخشد. این صبح بهار خرم زمین باستان است. اکنون با طلوع خورشید عالمگیر صبح نو، روز نو، نوروز نو در دنغره سبزپوش و گلپوش بهاری آغاز می گردد. آفتاب چون از پشت کوههای سربلند در این ملک بالا می گردد، نورهای جانبخشش پیش از همه در خوشه گندم، رمزی این سرزمین باستانی، انعکاس می یابد. این نورپاشی ها گویا تمام زمین، عالم و آدم را جان می بخشند. مژده فصل شکفتنها، بهار گلبدامان و جشن نوروز را پیش از همه کودکان و نورسان می آرند. بعد از سردی های زمستان، اکنون با دیدن این منظره دوره جوش و خروش زمان بچگی ها، کودکی های در بهاران گل چیدن، لحظه های خاطرمان و شوق‌آور
به یادها می رسد. تماشای منظره های زیبای بهاری، چیدن گل های نوروسته، دو تاز بالای میسه ها ذوق و شوق کودکان را بیشتر نموده، حس دوستداری وطن، عنعنه های نیک نیاگان را در دل آنها بیدار می سازد. یک صحبت خوب داریم با این خردسالان زیبا که تربیت گیرندگان مؤسسه تا مکتبی رقم 6 ناحیه دنغره. السلام علیکم. سلامت باشید. خوب، حالا ما در کدام فصل قرار داریم؟ در فصل بهار. بهار چگونه فصل است؟ زیباترین. شما این فصل رو دوست می‌دارید؟ بله. خوب، یک کار میکنیم. بیاید من گذارم. کی در وصف بهار یا نوروز شعر میدوند؟ شما میدونید؟ خوب، مرحمت. دشت و دوان گل پر شد، باغ و چمن گل پر شد، بنگر چیستان سر تا بسر، پاک وطن گل پر شد. آمد بهاری نازنین به این دیاری نازنین، از نازنین بیدار شد، ایامی کشت و کار شد، ابر سفیدی بر زمین از شادی گوهرباد شد. آمد بهاری نازنین به این دیاری نازنین. سلامت باشید. باز کی میدوند؟ خوب، مرحمت. لالا لالا های لالا، بلبل آمد بنالا، قاقا زده کوگیم است از سر و کوه و یالا. ای بهاری سبز و تر خوش آمدی، ای جمالی بحر و بر خوش آمدی، از قدم هایت همه گل می کنند، ای عروسی گل بسر خوش آمدی. در بهاران عید مادر می شود، دیده و دلها منور می شود، حسن تکرار فصلی نوبهار با نگاهی زم برابر می شود. از فروغ چشم مادرهای ما تاجیکستان هم چختر می شود، بر فرزند عالمی بختی بلند با دعای دست مادر می شود. از همین مادر به دنیا رهنما پس بزرگانی دلاور می شود. گل چیندم از لاله‌زار، گل‌های فصلی بهار، گل کردم پر از گل، گل رمانم پرستار. او مرحمت. بهار آمد گلی سان قطار آمد، و دهقان وقتی کار آمد به حالی لاله‌زار آمد. خوب، تشکر زیاد به همه شما. از این برمیآید که شما شعرهای زیاد میدونستید. خوب، در باغچه چی رو می‌آموزید شما؟ نام شما چی بود؟ یوسمان. چی رو می‌آموزید در باغچه؟ مربیمون مشغولیت‌های بسیاری بر می‌گذرد، رسم کشی، سراب سازی می‌گذرد. شما خسته نمی‌شوید؟ نه. یعنی به شما معقول است؟ بله. آفرین. من هم آرزوی آن را دارم که شما همین گونه فعال باشید، همین گونه زیرک باشید، چون امروز در برنامه ما نیز شما فعالی خود را نشان دادید. آفرین. این تربیت گیرندگان آینده سازی ملت و دولت ما می باشند. حالا ما در فصل بهار قرار داریم و هر صبحگاهان پیش از قبول آنها را در صحن باغچه با روح بالیده با لباس‌های تر تازه بهارانه ایدانه پیشواز می‌گیریم. در فصل بهار تل و تپه ها همه گلپوش، طبیعت چنان منظره زیبا فرا گرفته است که این یک صحنه افسانوی را به جا می‌آورد و کودکان با یک طبع بالیده آنها را ما به سیر و سیاحت باغ‌ها برده با آنها یک
روحی بلند پیشنهاد میکنیم، یعنی که آنها بالیده روح میشوند. ما چقدر که به آنها به سیر و سیاحت بریم، دانش و ملکه و مهارت آنها، ذهن آنها در فصل بهار، چی در فصل بهار دیگه فصل ها باشد دیگرگون میشوند. از این موضع خوشباد و هوا تمامی موضع های ناحیه دنغره نمایان است. محض به همین خاطر کودکان و نورسان هر بهار به اینجا آمده با شعر و سرودخوانی، بازی های شوق‌آور از آمدن نوروز استقبال میگیرند. آبی زلال رو شستا کلانی او بیدار شده زمین از نکهتی بهار بلبل ترانه ها با قلبی بیقرار گل ریخته هر طرف از خنده ای بهار زیبا شده آسمان زیبا شده این یار نوروزی نازنین نوروزی کشورم تا بی به چشمانم زیبا چو مادرم. اشاره و نوشتجات مورخان، سیاحان و نقل و روایت های اشخاص سال خورده و کهنسال دیار گواهی آنند که دنغره امثال هلبک و فرخار تاریخ قدیمه و چندین هزار ساله دارد و این ملک در زمان پیشدادیان کروش و دارا شهر زیباترین و آبادترین خوتلان باستانی به شمار می رفته است. روایت های موجودند که نام قدیمه دنغره خرم زمین و یا معرفتگاه بوده است. واقعاً امروز دنغره همان خرم زمین باستان است با طبیعت افسونکار، مردم هنرمند و مهنت قرین. چون ما تل و تپه های گلپوش این ملک باستان را تماشا کردیم، نکهت و تراوت سبزه و گلهای سیاهگوش ما را به دنیای اندیشه ها برد و شمالک فارم بوی خوش و آهنگ بهاری را به دماغ آورد. بهار می شود، بهاری پرنگار می شود، زمین خاطرات من بنفشه‌زار می شود. یکی از رمزهای اساسی فصل بهار و جشن نوروز این نخست رویدن گلهای سیاهگوش می باشد و باید بگویم که از قدیم الایام در بین مردم تاجیک عنعنه است که گلهای سیاهگوش را کودکان و نورسان از موضعهای دوردست
доманакӯҳо дастрас мекунанд ва муждаи фасли баҳорро ба хонаводаҳои худ мебаранд ва албатта ҳар як мард ва ё зани рӯзгордида, бибиҳову бобоҳо ин гулҳоро гирифта дар рӯи худ нақш мекунанд ва баъд аз нақш кардан ба фарзандон, ба набирагони худ дуои нек медиҳанд. айни ҳол мо дар як доманатепаи ноҳияи Данғара қарор дорем ва тавре шумо мебинед, бинандагони гиромӣ, дар ин доманатепа бисёр ҳам зиёд гулҳои сиёҳгӯш рӯйданд ва хуб аст ки фасли баҳор чунин зебогиҳо дорад. Ва як чизи дигар моро ба ҳайрат овард ки маҳз дар ана ҳамин тепа як боде мевазад ки гӯё ки ғамҳоро аз дилҳо мебарад. Воқеан ҳавои хубу ҳавои дидание дорад. ин гулҳо аввалин гулҳои баҳориянд ки муждаи фасли шукуфтанҳо ва ҷашни фархундаи Наврӯзро меоранд. خاطر از نزدیک آشنا شدن با آیین‌های نیک نیاگان، عنعنه‌های جشن جهانی نوروز آمدیم به دهه نوآباد جماعت دهات عصمت شریف ناحیه دنغره. طبیعت سبزپوش اینجا الکی فصل بهار را در آغوش کوه و صحرا برای هر بیننده روشن می‌سازد. دنغره از گذشته دور تا به امروز یکی از منطقه‌های غله‌کاری به حساب می‌رود. با عنوان روزگار دیده نانپس‌های بهترین این منطقه بوده هنرهای خویش را به نورسان و جوان دختران نشان می‌دهند. در جشن نوروز آنها نمودهای گوناگون نانها را می‌پزند. бинандагони гиромӣ, айни ҳол мо қарор дорем дар деҳаи навободи ҷамъияти деҳоти Исмат Шарифи ноҳияи Данғара дар хонаводаи бисёр ҳам фарҳангӣ, ҳунарманд ва завқи баланди ҳунарҳои анъанаҳои миллӣ, оилаи Ҳақназаровҳо. ва инҷо як суҳбати кӯтоҳе дорем сари ана ҳамин танӯр чакдони тоҷикӣ бо биби 80 солаи худ. албатта агар гӯем ки собиқадори меҳнат ва яке аз шахсиятҳое ки барои ин мардум, барои ин халқ бисёр ҳам заҳматҳо кашиданд. Ассалому алайкум. Ассалом. Алайкум ба салом. Хуш омадин. Ба шумо саломатӣ, умри дароз, баҳорои тозаву озодаву навбанав орзумандам. Бигзор доимо умри дароз бинен, тани сиҳату дастархони пирнозу неъмат да зиндагӣ кунем. Хуш омадин. Зинда бошед. ман модари 13 фарзанд дар давраи шӯравӣ депутати совети районӣ, депутати совети қишлоқ, раиси совети занон, ташкилоти партиявии сехавӣ кор мекардам. то ҳозир ҳамаи сардории оилаву кору бору зиндагиву хамиру фатиру ҳамаи корора ба зиммаи хидмаи худам мекунам. Яъне дар 80 солагӣ? Дар 80 солагӣ хамир мепазам. оё ин душвор нест? Душвор ҳастай, одами коркунда намефаҳмад. ба қавли бисёре аз калонсолон як чиз мегӯянд ки агар мо кор накунем бемор мешавем. Шояд
همون خیلی میگن اگر کار نکنی بیمار میشه دکتر میگه کیلو زیاد تنور داره دمویوشه یکی ما را نگفت دوگانی کی هم تولد کرده میرم میگن که حالی نشده 4 روزی صدام حسن حسین تولد شد معرفت چیکار کردی کی دوگانی کرد دینه در جواز بدی تجواز کشی رفتی آسیاب رفتی همه کار زندگی به خودم با اندیشه شما همچون یک مادر روزگار دیده چرا چنین است؟ چرا دیروز آنگونه بود و امروز چنین شده است؟ یعنی فرقیت از زمین تا آسمان است. ما خدا رو شکر میگن که از قدوم مهمان را شب بشد کشانم خانه فانوس مهمان شب از تمام پروانم خانه ما اولین تا آخرین همه خیلی گذشتگی بود روزای دراز صرفای کلام بده تراکتریست بده برگادیر بده رئیس بده خوب سری انا همین موضوع سری انا همین نانهای زیبای تاجیکی چپاتی حرف میزنیم. این هنرها رو در دوره شما از کی آموختید و امروز با کی میآموزونید؟ صنف 7 میخوندم همه انا خمیرپزی و آش بریدکنی و حولی روی و همه را امام یاد گرفتم ای مادر شهوارم. بله سلامت باشید. خوب بعضی ها در شهر میگویند که از ارد آسیابی چپاتی مخصوصا پخته نمی شود و یا اینکه دیگر نمودی محصولات ها. شما با این چی میگویید؟ ما اول همین ارد خوردیم با این ارد ما همون قدوس میدارم که با آدما کم کم میبزن ارد که سبوز ما ارد ما جوام داره. یک وقت من تو کدوم بردم خانه دادرم من تو سیاه یوخی تا که ایرا کی میخره بعد یک در نیوار دیگه شما تا من توی اما پای معرفت تبیو من تو بردی گندمی من تو سیاه چنان خوردی که گفتم برا با بیار که من تمام شد. سلامت باشید. بهترین واقعا وقتی که شوق ذوق و مهر باشد به هنر باشه ورد حق نداره. بهترین به دستان گل آفر شما و مزه و لذت البته نانهای چکدانی ملی با ارد گندمی به قول ارد سیاهک هم میگویند مزه و لذت واقعا دیگر دارد چون ناحیه دنغره این خرمزمین باستان از قدیم موضع غله بود. در اینجا نمودهای گوناگون نانها را آماده میکردند و ما میدانیم که شخصان روزگار دیده کلانسال در سن سال شما تا 80 بگذار عمرتان همین گونه سالم باشد و عمرتان دراز بود بیشتر قصه های مردمی میدونند. خوب اگر شما نیز به یادتان بیاد از زمان جوانی شاید یک قصه در این بهار خرم در این نوروز عالم افروز بهر ما بهر بینندگانی که ما و شما رو تماشا دارم پیشنهاد میکنم. همسر من آموزگار بود تاب شاعری داشت همین کم سمال بده راه میگشت دائما سرود میخوند. بعد رایون 5 پختچینی رفتیم بعد گفته که ما جوانان هوسکار شاد خندان آمدیم از دیار پرزگنج تاجیکستان آمدیم قهرمان مهنت و هم دوستدار صنعتیم از رایون دنغره ما غله‌کاران آمدیم. دنغره غله‌کار بود. تا حال هست. مرحمت کن ای بهار تاجیکستان را ببین سعی کوشش ده چندی خلق مایان را ببین همچو خورشید جهان که نور می پوشد مدام راههای بر زمین و هم به آسمان را ببین. سلامت باشید. بسیار هم شعرهای خوب و شعر تیار میکردم ای دخترم همین شعر تیار کردم من خودم یادیش از یاد میکردم دارم. زنده باشید. زنده باشید. سلامت باشید. امروز که برای نسل امروزه یک قطار امکانیت ها در زمان صاحب استقلالی فراهم شده است. ببینید که آزمون های فروغ صبح دانایی کتاب از تاجیکستان وطن عزیز من علم فروغ معرفت و دیگر آزمون ها که راه اندازی می شوند جوانان باید ذوق پیدا کنند و عبرت بگیرند از شما بر این کلانسالان که در این سن و سال تا حال آن شعرها آن مصرع‌های خوب رو در یاد دارید. با نسل امروزه چی گفتنی دارید؟ من حیات مدیر کتابخانه بودم. زنده باشید. همه کتابای فولکلور تاجیک که کتابی چیزا ایجادیات کلوب همه رو از یاد میدونستم میخوندم. آدرام این دخترها آدرام یا خیل همه آدمات ما چی میگیرن در وقتی
نقش‌دوزی، توقی‌دوزی، تا حاضر شیرات میدونم با میگه خدا دختر میگم نخریدم. بیاد از کی میدونم. تا حاضر نماله که دامادی و توقی دامادی میدوزم. تا حال چشمای شما میگذرد با در نقش میبینه عینک میمونه امشب چه شبای علاوه لر میسوزم با شهبچه را توقی نو میدوزم رشتم کمی کرد و موی سر میدوزم سوزن و شکست و گلی نای میدوزم. زنده باشید سلامت باشید. واقعا گرچنده که در سن مبارک 80 هستند تا حال دلجوان هستند. سلامت زنده باشید. باشید دائم آباد باشید. باشید خدا شما. دائم سلامت باشید. دسترخواناتون پرناز و نعمت سلامت باشد. باشید. فرزنداتون خطی تنصیحت باشین. خوش آمدین سلامت باشید. در درگاه. بینندگان گرامی این بود نتیجه زحمت و مهنت مادران ارجمند که طول چند لحظه نانهای چپاتی را در این چکدان تاجیکی آماده کردند. مانده نباشید. سلام علیکم. خوب اینجا میبینیم انعنه بسیار هم قدیمه تاجیکی چخچوب و البته کشیدن دوغ. برای آماده شوی این دوغ چقدر وقت؟ این گوه میجوشی، شیر میپزی، معاینه میکنی و شیر جرگاد میشود. میشود که او را در خلطه بریزی آوش بروه با مزه تر میه. در فصل بهار مزه و لذت دوغ دیگر می شود. در فصل بهار علف چایر میگن کم کم امو بوی همو میکنه. نه که او فایده داره. برای که سلامتی فایده داره او. میخرم کمتر بوی علف میکنه بهار در. و در فصل بهار اولین بار که دوغ کشیدن ماها مال خشتمانمون همینجا علف سبز میموندن که یکم بار این برای خاطر که دایم همین خیلی که انعنه تاجیکی ده رسم رسمی تاجیک سبزه میمونن در گیرد چخده. یعنی این این یکم بار که کسی دیگه یکم بار چخده که موندی همون سبزه را میمونه که دایم همین خیلی شیر و دوغ باشه. خوب خود یعنی همین چخچوب و اسباب‌های خود این هم یک تجهیزات ملی تاجیکانه قدیمی است. این اوچم ای خشتمانش دسترخوانه خشتمانی اوچم حاضر هست. چی کرته خشتمانش اوچم در صندوق هست حاضر. دویم حرمت میکنه همین چیای خشتمانش این اسبابا را چخچوب این چی میرسن خورشتا میرسن چی میگه چلک هموها هست. همین جوانو ده همین یکی باید قدر کلانسانو را بدونن. بینندگان گرامی واقعا هم این روند آماده شوی دوغ است که جرغاد رو البته از مسکه و دوغ جدا میکنند. یک صدای فوران نیز دارد و چون من این صحنه رو دیدم صحنه دوغکشی رو یک صحنه بسیار هم جالب شادروان علاوالدین عبداللهیف به یاد آمد که دوغ‌های اوچم یاد کردم. پس اگر یاد نکردیم شما واقعا هم یاد کردیم. خوب اگر رو آماده شد در دوغای اوچم صدقه. زنده باشین سلامت باشین. همان سخن در دوغای اوچم صدقه. واقعا وقتی که دوغ رو میچشی احساس میکنی واقعا بهار شده است، نوروز شده است. زنده باشید مادر عزیز، دستانتان درد رو نبیند. خوب بینندگان گرامی برنامه ادامه دارد، ما رو همراه باشید.
алай модар калонат кардааст, хурд будӣ паҳлавонат кардааст. яке аз анъанаҳои неки баҳору наврӯз анъанаи қадимаи гаҳворабандон аст ки дар ин хонадон мо эҳсос кардем занони рӯзгордидаро. ва биёед мушоҳида мекунем ки ин анъана чӣ гуна сурат мегирад. таваҷҷӯҳ мекунем. куҷода хоб кунем умарҷон? инҷода хоб кунем, инҷода. инҷода хоб кунем, инҷода. 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 бисмиллоҳи раҳмони раҳим. дасти бибиёву бобоҳову гузаштагону ниёгони мо саҳар дар дили беғам вақти хуш ризқи рӯзӣ кушода бачаи дастархон шававу олим шававу мубораки меҳмони нав, баҳорои нав, наврӯзиҳои нав, тани саҳар, дили беғам, вақти хуш, ризқи рӯзӣ кушода, умри дарози ба баракат, бачаи олим шававу доно шававу дастгири падару модар шава. аламегум аламегум алаёй алаёй бачаи хуш рума хобуш бараёй алаёй бачаи ма калон шава алаёй алаёй ба мактаб равон шава алаёй алаёй хеле ки гудаки навзода гавҳараи нав мекунанд, курпачаву курпаи нав мекунанд, и ай падару модару омадагия. бигзор ҳамаи шумо ба ҳамин рӯзо барасед. ҳамаи ҷавоно, ҳамаи орзумандо. тамошои дастранҷи ҳунарҳои мардумӣ касро ба дунёи дигар мебарад. зеро дар ҳар нақшу нигор ҷаҳони тахайюли муаллиф бо табиат, гулу гиёҳ, замину осмон ва олами ҳастӣ бо рангҳои мунаққаш гулдӯзӣ шудааст. қиссаву рубоётҳои халқии пирони рӯзгордида низ моро ба ҳайрат овард. شستگی بدم در پاکی آلوچه وای خط آمده با نام سالت بچه خط بگیرم روک گردانمه در بلای سالت و کلانه بچمه سالت بچه خطک تکی میخونه او چد میخونه او تا میفهمونه سالت بچه خطک تکی میخونه او چد میخونه او تا میفهمونه دو رحمت بسیدیم
яке аз расмҳои асосии баҳору наврӯз ин албатта омода кардани хӯрокҳои миллӣ мебошад, ки онҳо бо сабзавотҳои тару тозаи баҳорӣ омода мешаванд. ва мо ҳоло ҳам дар ин хонавода қарор дорем, чун инҷо бисёр заҳмат карданд, меҳнат кашиданд ва якчанд намуди таомҳои миллиро тарзи омода карданашонро барои мо нишон медиҳанд. хуб, холаи маърифат, барои омодашавии ин таоми миллӣ, яъне оши бурида. инро дар ин маҳалла оши бурида мегӯянд. Бурида мегӯям, бале. Бале. Оталаи бурида ҳам ба фиёл Талай дар баъзе ҷойҳо мегӯянд. Талай бурида. Салом. Сараввал чӣ кор мекунед? Кадом корҳоро анҷом медиҳед? Аввал ова мерезӣ, селина мендозӣ, зардегҳо, луби, ова ки рехти зуволаро мегирӣ, мебарӣ. Баъд ов ки ҷӯшома мендозӣ. Инака мо ба андохтани зувола сар мекунем. Аллакай оғоз мекунем. Ин зуволаи шумо аз кадом маҳсулотҳо омода шудааст? Орд, намак, ов. хуб, аллакай оғоз мекунем. онҷо аллакай растаниҳои табиӣ дар дег вуҷуд дорад. пудина, укроб, райҳон. дар чӣ қадар муддат омода мешаванд? об ки ҷӯшома мепартоя зуволаро медозӣ. оғоз кунем. дар баъзе минтақаҳо пиёз ҳамроҳ намекунанд, чун соли гузашта мо дар дигар минтақа будем, ба оши бурида пиёз ҳамроҳ намекунанд. пиёз маззаи авқотро шурӯъ мекунад, зиёд мекунад. пиёз барои ҳамон мо пиёза бисёр мендозем. яъне помадра. инҷо мухлисони телевизиони баҳористон, кӯдакону наврасон хеле зиёданд, ёдрас мешавем ва аз холаи маърифат хоҳиш мекунем, ки онҳоро низ фаромӯш накунанд. як соат мекашад, яъне дар муддати як соат тайёр мешавад. бурида омода мешавад. марҳамат, бигирем. худи шумо аввал бичашед. бигирем. чӣ хел будааст? соза мешавад. саломат бошед. воқеан ҳам баъзе аз бузургон ҳамин хислатро доранд, ки новобаста аз оне ки хӯрокҳояшон бомазза аст, намегӯянд ки хӯрок хуб аст, балки калимаи мешавадро истифода мебаранд. офарин, хуб мо ҳам мечашем. бигирем. дастатон дардо набинад. воқеан бинандагони гиромӣ, маззаву лаззати хубе дорад ва албатта новобаста аз оне ки чандин корҳо дар бомаи азизи мо машғул буданд, дар як муддати кӯтоҳ ин қадар як хӯроки бомазза
آماده کردند و در روی این میز بغیر از آش بریده اینچنین خوراک ملی اوماچ هست که خود آنها آماده کردند و اینش سمنک. خوب این سمنک ها رو کی آماده کرد؟ خودتون دستتون درد نبیند. خوب سمنک این رمزی بهار و نوروز است و واقعا بینندگان گرامی در هر منطقه نمودهای گوناگونی آن را آماده میکنند. اینجا ما حیران شدیم که در یک اسباب بسیار خوب و دیگ و توای مخصوص، بله توای مخصوص برای سمنک پزی آماده کردند که در آن این نمودی سمنک ها رو، این سمنک ها رو چی نام میبرند؟ کدام نمود است؟ کلچگی. یعنی نمودی است کلچگی. بله سلامت باشید. و واقعا هم همین است بهار، همین است نوروز، همین است آیین های نیک نیاگان بینندگان گرامی که در این خوراک ها رو آماده میکنند و چون روح و روان انسان البته کمی خسته و ناهنجار است بعد از سردی ها رو پشت سر کردن و اون لازم است انا همین گونه غذاهای خوبی ملی با محصولات های طبیعی آماده شده. سلامت باشید. من به شما احسن و آفرین میگویم. دیگر شما رو من تشویش ندهم چون بار دیگر یادرس میشویم بینندگان گرامی که این بیبی عزیزی ما در سن 80 سالگی قرار دارند و باید نمونه باشد برای آن نفرانی که عین حال ما رو تماشا دارند، جوان هستند و این هنرها رو ندارند. باز هم میگویم نمونه عبرت هستند. دستانتون درد رو نبیند. شما باشید، سلامت باشید. خوب بینندگان گرامی بعد از چند لحظه با ادامه برنامه برمیگردیم. خوب تشکر زیاد. بینندگان گرامی حالا همو قرار داریم در خانواده حق‌نظروها واقع در جماعت دهات اسمت شریف دهه نواباد و اینجا ما صحبت داریم با یک پیر خیرد و بسیار هم پیش از ثبت این نمایش سخنهای خوب گفتن. خود را برای ما برای بینندگان معرفی میکردیم. الماس و مزرا من همی زاده همی خاک نواباد. خداوند مرا در سن 50 سالگی هم یک استعدادی همین شاعری و شعرنویسی را خدا ما را نصیب گرداند. خود به خود نویساندم شعر. گذشتگان شما شخصیتی بود که با شعر و شاعری شوق رغبت داشت؟ داشتم خیلی داشتم امک بچه‌ام همین خیلی بچه‌ها مردکو هم خیلی هوس داشتن نویساندن شعر غزل، سخنهای خوب میگفتن. آدمای مثال چی بودند؟ خیرتمند بودن. سلامت باشید. واقعا هم این خرم زمین زادگاهی ابرمردان بسیار هم بزرگ است چون همه میشناسد حاجی حسین کنگرتی را. حاجی حسین کنگرتی وای از کنگرت نیو از سر خسور وای، یعنی زادگاه اصلش سر خسور. محبت اولاد این بوده کمتر تعلق کمتر چیزی دارد. ای حاجی حسین خاکی قدمگاهی تو زور گفت و سخن و نقط سخنهای تو گفت و گزارهای تو زور هرگز نرود یادی تو از یادی مدور شعر و غزل و پند و نصیحتهای تو زور. سلامت باشید. واقعا هم حاجی حسین کنگرتی یک شخصیت بودن بسیار هم بزرگ که نامشان شعرشان نوشتهشان تا امروز ورد زبانهای مردم و خلق است. و اینجا دوتار میبینیم اسباب ملی. نواختن شما هم نهانی است؟ یعنی می نوازید؟ پس امروز فکر میکنم اولین گروه هستیم که این استعدادهای شما رو ما آشکار میسازیم. تاجیکستان سرزمینی است که سنگ خاکش همچو دور و گوهر است. ملت تاجیک را حسن جمالش در جهان اعلاتر است. میکنیم شکرانه این سرزمین و این دیار، پیشروی تاجیکستان از قدم سرور است. زنده باشی سروری عالی جناب. میکنیم شکرانه پیشوای ملت ما همه خلق دیار، تنجی و آرامی را در تاجیکستان داد قرار.
زنده باشی سروری عالی جناب. شادی ها آوردی و خرسند دل ها کرده ای. خدمتی ارزنده با پیر و برنا کرده ای. قدر میلاد را به دنیا نیز بالا کرده ای. تاجیکستان را بهشتی روی دنیا کرده ای. زنده باشی سروری عالی جناب. سلامت باشید. خب این شعر هم با قلم خود شما تعلق داره؟ خودم نویسندگی. یعنی چاپ شده؟ چاپ شدگی کتاب. سلامت باشید. من اینجا از دومره سوال کردم که آیا می نوازید؟ خیلی بد می نوازید. خیلی وقتی در کردی خیلی پیر شدم دیگه، من زیبم نداره نواختن دیگه. ما در همین جا در شاهدی همه این بیبی ها و خاله ها و خواهرها خواهش میکنیم که برای ما یک نوازشی خوبی بهاری رو اگر با یگان شعر خودتون یا شعرهای خلقی پیشنهاد میکردید، چون نوروز و بهار خودش همه عنعنه های مردمی هستند، از همین عبارت است. خوب مرحبا. تا روز قیامت زی دلم آرمان نروه، تینجی و امان زی تاجیکستان نروه. من زاده خاکی تاجیکستان هستم، فیض و برکت از تاجیکستان نروه. اجازت کنید برای نوروز و بهار میخونم. مرحبا. انا چه برای شما؟ خوب مرحبا. ای روز حیات در این جهان غلیمت باشد، ای نوروز نو بهار غلیمت باشد. ای امر جوان مثل گل میگذرد دی، ای تینجی امانی ها مبارک باشد. مادر که ابتدایم بوده، هم قوت هم عقلی رسایم بوده. جانم که بلب آمد ده گفتم آچه، آچه چی کنه درده دوای بچه. من خوابه بدم بجی گرم کار چه رسید، دار شدم بخا تیرم و چه رسید. رفتم به سری بالی نیام آچه، ای بالین به آچه به فریاد رسید. سلامت باشید، زنده باشید. چون امروز در عرفه تجلیل از بهار و نوروز قرار داریم، امروز به نسل امروزه، به جوان امروزه، از تجربه هایی که شما پیشتر داشتید چی گفتنی ها دارید؟ خواهش میکنم که جوانان در همین سالهای تینجی و مثال سری و پری و ایخل آبادی باید جوانان همش مکتب‌های عالی تمام کنن، با کارهای مثال دولت پیش بردنش رفته کار کنن، مهنت کنن، کار کنن.
به حد زمان دوره خوب اومد، دوره بهترین. اون دوره ما بودیم خیلی گپون نبود، خیلی مکتب ها خیلی دانشگاه کرده ها، خیلی سال تربیتگران نبود. سلامت باشید. خوب بیشتر درباره چی ایجاد میکنید؟ درد دل خود رو در روی کاغذ بیشتر به چی افشا میکنید؟ مثال هم کتاب رنگ فردان در شاعر قرب داره. بله. این شوخی نیست، این جگر. بیشتر موضوعهای شما رو یعنی موضوعهای اخلاقی در بر میگیرن. همه پند و نصیحت هایی، تری شعری چیز نداره، همه پند و نصیحت هایی. یعنی موضوعها بیشتر ترغیبگری دوستی، اخلاق، احترام. بله. زنده باشن. زنده باشن. سلامت باشن. میگم ما میگذاریم و جهانی پیر میمونه، نیکی و بدی جدا جدا میمونه. این پیری کوهن با کس نکرده است وفا، نیکی با جهان که نیکیات میمونه. زنده باشید، زنده باشید. واقعا یک شعرهای خوب بود. این شعرهای خود میاد. همین کتاب با همین رفیقم، همین برنده هدیه کردم. سلامت باشید. واقعا هم ما این رو حتما میگیریم، با شبکه تلویزیونی میبریم. اونجا البته کتابخانه داریم. در کتابخانه میمونیم، اونجا مطالعه میکنن کارمندان ما، اینچنین مهمانان. و البته این کتاب شما در ردیف دیگر کتاب ها البته که جای میگیرد. واقعا هم یک صحبت صمیمی. تشکر به شما. درختان غرقی گل در موضع‌های گوناگون به جان و تن انسان توان دیگری می‌بخشند. همین است که در بهار گلبسر ذوق و شوق نورسان و جوانان بیشتر می‌گردد. آنها در باغ‌های سراپا شکوفان بالای میسه‌های بهاری سیر و گشت نموده شعر و سرودخوانی می‌کنند. نوروز به نوبهار کی میبینم، گلها را به 6 قطار کی میبینم. گلها را به 6 قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی میبینم. ای نوروزی گلافشان بیا به ملک مایان، گلها شوند شکوفان چهره ها گردند خندان. زمستان شد پسی سر بهاران میکوبد در، هر لحظه بزم ما باشد خیلی گوارا. ای بهار گلفشان شاد آمدی شاد آمدی، در پاک مرز تاجیکان شاد آمدی شاد آمدی. در شعرهای رودکی باشد هویدا حسن تو، الهام بخش شاعران شاد آمدی شاد آمدی. نوروز شد و جمله جهان گشت معطر، از بوی خوشی لاله و ریحان و صنوبر. نوروز مبارک بود. بهار آمد گلی سبزه قطار آمد، به دهقان وقتی کار آمد بهاری لاله‌زار آمد. بهار آمد و نکروزی بی چنگل‌های نوروزی، بی پشتاقی گلدوزی بهاری نو مبارک بود. بهار آمد صدای بلبل آمد، نسیمی فارم و بوی گل آمد. لباسی سبز را صحرا ببر کرد، کلاهی سبسپید آلو بسر کرد. پس از باریدن باران نیسان، چه زیبا است دست و کوهساران. بهار آمد چمن گل پوش آمد، دلی ما بچگان در جوش آمد. واقعاً وقتی به طبیعت زیبای وطن در ایام بهار نظر میکنیم،
احساس می نماییم که در برابر ما انسان ها تمام موجودات زنده، گل و درختان، دشت و دمن نیز انتظار این فصل شکفتن ها بودند. یکی از خصوصیت‌های خاص فصل بهار و جشن نوروز این آغاز کشت و کار مرد دهقان میباشد. در رفت ثبت برنامه در ناحیه دنغره ما شاهد کشت و کار بهاری، روند پرجوش و خروش شینانیدن دانه پالزی ها شدیم. البته سبزکاری و خرمگردانی، تازه و آزاده نمودن خانه و کاشانه، محل زیست، رنگ و بار بنا و انشاءات گوناگون، سرعت بخشیدن به روند کارهای ساختمانی عنعنه نیک نوروز است. قصر فرهنگ یکی از بناهای بزرگ و زیبای ناحیه دنغره به حساب می رود. در همین بنای باشکوه نمایش هنرهای مردمی و طعامهای ملی برگزار گردید و هنرمندان با ذوق بلند دسترنج خود را به نمایش گذاشتند. هنر سرمایه گران است که آن را با یگان دارایی، ثروت، سیم و زر عوض کردن و خریدن ناممکن است. هنر انسان را بزرگی و شهامت بخشیده او را بالید روح می‌گرداند. بینندگان گرامی، امروز در قصر فرهنگ جمهوریوی ناحیه دنغره نمایش طعام‌های ملی و هنرهای دسترنج جماعت‌های دهات ناحیه دنغره برگزار شد. عین حال ما صحبت کوتاه داریم با یکی از هنرمندان. خوب اینجا می‌بینیم دسترنج شما رو مهربافی و کاکل هم هست به فکرم. خوب از کی باز به این هنر شما شغل دارید، مشغول هستید؟
من ایام کودکی این هنر رو از ینگم آموختم، لیکن بعد خانه‌دار شوی وقت نداشتم. حالا که کلندار شدم کارم کلنو میکنم، خودم هنرها رو مشغول شدم. سپاس زیاد به جناب عالی که هنرهای مردمی را از نو احیا کردن. ما زنهای بیکار در خانه نشسته بودیم، حالا همه هنرهای پیش در کار را از نو احیا کردیم و بیکار نیستیم، نمیمونیم. سلامت باشید. خوب چه خصوصیت خاص دارد، چه ذوق دارد، چه شوق دارد این مهربوفی که نوبسته با اونه که کاری بسیار هم مشکل است، وقتی زیاد رو طلب میکند، شما با این شغل دارید. عصبم آرام میشود. یعنی هنر شما رو آرام میکند. آرام میکند. همین هنرها قطعی با کلنوم در خانه بیکار نیستند، میگم او را یاد میتم. سلامت باشید. خوب نسل امروزه، نسل نورس، گلدختران امروزه چگونه قبول میکنن این هنرها رو؟ همش ناز قبول میکنن، نوروزی ها میخرند برای نوروزی. هر سال ما را فرمایش میتن، قطعی کلنوم تیار میکنه میگیرن. یعنی شما طبق درخواستی مزاجو نیست چون این هنرها رو آماده میسازید؟ خیلی چون خواهش داشته باشن هم خیلی میکشیم میفروشیم. سلامت باشید. خوب خدای عزیز، برای آماده شوی چنین کاکولانی بسیار هم زیبا و ما این رو چنین کاکول ها رو نه تنها در میسر گلدختران بلکه در گهواره های تاجیکی این چنین اسباب های ملی از جمله دوتار نیز مشاهده میکنیم. چقدر وقت شما سپری می شود؟ 10 هفته میمونم. اینا در کوکلای دختر گلدختران در عروسا، حاضر عروسا همه کوکل میخرن و کوکل میکنن و در سر صرفه برایی و عروسی ده و اینا در دنبرو در گوهره ها استفاده میبرن. فکر میکنیم که یکی از رمزهای اساسی جشن نوروز و فصل بهار هم همین هنرهای ملی هستند، چون این هنرها در خود انعکاس میکنن زیبایی ها، منظره های زیبای کشور از زمان تاجیکستان رو. خلق مردم کل تاجیکستان و کل جهان را به این نوروزی نیک قدم تبریک و مبارک باد گفته و آنها عمر دراز، رزق فراز، تنی صحت، دلی بیغم و آسمان صافی بیغبار آرزو میکنم. ای خداوند زمین و آسمان تا به نوروزی دیگر ما را رسان. بینندگان گرامی، چند لحظه کوتاه صحبت داشتیم با خالنظر و بازارگل هنرمند از جماعت دهاتی پوشینگ ناحیه دنغره. برنامه ما ادامه دارد، ما را همراه باشید. واقعاً هنر زندگی را زیبایی میبخشد. مردم تاجیک از دوران کهن با هنرهای قدیمه و طعامهای ملی خود شهرتیاب بود. تاجیکستان کشور کوههای سربسما، آبهای مصفا، سرزمینی آفتابی، زادگاه ابرمردان تاریخ، کشوری است افسانوی در دامان کوههای استوار و طبیعت ناتکرار دیدنی، با مردمی با فرهنگ، هنرمند و قوی. این سخنهای نکو با تماشای منظره‌های فصل بهار رنگی دیگر میگیرند و با طبیعت دیار آمیزش یافته به انسان حلاوت تازه میبخشند. چون گروه ایجادی ما به دهه شهبور جماعت دهات اسمت شریف ناحیه دنغره به خاندان هنرمند سیاحت امام ورسید،
شاهد آن گردیدیم که در اینجا نیز از علفهای تر و تازه بهاری طعام ملی آماده میکنند. بینندگان گرامی، ما آمدیم به دهه شعبوری جماعت دهاتی اسمت شریف ناحیه دنقره و اینجا هم میبینیم که طرز آمودن طعام‌های ملی علل خصوص آش بریده و یا در بعضی جایها اوتلا میگن، اوتلا بریده. یکی از نمود خوراک‌های ملی در فصل بهار این آش بریده میباشد که هر بهار ما با نان تیار میکنیم یا هم قوت ملی را. در طرز تیار کردنش آب در دیگ آب میاندازیم، قوطای علف‌های بهاری ریزه میکنیم، تر و تازه، علف‌های تر تازه ریزه میکنیم. بعد زوله را میگیریم، میده نخل میبریم، میده میبریم. وقتی که جوش لوبیا، نخود همه که پختک، بعد زوله را تیار میکنیم میبریم اینجا. یعنی بعد از آماده شوی همه اونها سپس زوله که تیار خمیر برده شده را در دیگ میاندازیم. کدام نمود محصولات استفاده شده؟ گشنیج، پیاز، ریحان، نخود، لوبیا، همه چیزا چیدگیه. یعنی انا همون رستنی ها و یا دانگی هایی که خاص محل هستند و کالری زیاد دارند. کالری زیاد دارند، شفا بخشند. و وقتی که کشیدیم توپا میگیم، توپا کشک میکشیم در طبقه. چکه رو تیار کردگی داریم. از کیا مختلف این هنر؟ از همه مادرامون، موموهامون، بیبیامون. از این که سر حقل من همه خیلی تیار میکنن، ما هم دیدیم تیار کردیم، همه خیلی میکنیم. اولی را با نبیرامون نشون میتیم، اختراکو را با اینا، کلینو را. آدمان بعد از سپری گردیدن سردی های زمستان مزه و لذت طعام های ملی را که با کبودی های تر و تازه بهاری با ذوق بلند در نوروز عالم افروز آماده می شوند احساس می کنند. نوروزی دیار آمد، پیغامی بهار آمد، در موسم کار آمد. نوروز مبارک باد، نوروز مبارک باد، همزه بی چمن نوروز، همزه بی وطن نوروز، در دشت و دمن نوروز، نوروز نوروز مبارک باد. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغانی هوا جمله بکردند پرواز، مرغی دل من از قفسی تنگ برآمد. بهار آمد به نیکروزی، بچین گلهای نوروزی، بپیش تاقی زردوزی، بهاری نو مبارک. برچه من زینلم است و آن همیشه روزانکو است. نوروز مبارک باد. بهار آمد، گلی سوسن قطار آمد، به دهقان وقت کار آمد، بهاری لاله‌زار آمد. نوروزی دیار آمد، پیغامی بهار آمد، در موسم کار آمد. نوروز 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 مبارک باد، همزه بی چمن نوروز، همزه بی وطن نوروز، در دشت و دمن نوروز، نوروز 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 مبارک باد. نوروز مبارک باد.
کبریا گولووا مادری غمخوار و مهربان، هنرمند از ناحیه دنغره، در همه محفل و چاره‌بینی و خرسندی های مردم او با این دوتار خود اشتراک میکند. چون بهار و جشن نوروز رسید، آوازش با صدای دوتار پیوند میگردد و مانندی بلبلان خوشخوان ترانه سرایی میکند. من گلوه کبریو زوده دنغره، استقامت کننده دنغره. ای خودی همی دوتا را دوست می داشتم، می نواختم. خیلی یوشیوم ده چند بستانو ده اشتراک کردیم، گروه های بستانو ده اشتراک کردیم. خیلی معرکه های خودمونه قطعی اپا خوارون میگذارونیم بین خمان، اینا خشتاورون. ما همه وقت خیلی در فصل بهار در این معرکه‌مون در تویمون یه جایی با هم میشینیم، نه قطعی نه خواهرم سیاحت، هم کسا شعرخوانی میکنیم، سرودخوانی میکنیم، رقص بازی میکنیم، دلخوشی میکنیم. در فصل بهار هر کس هنر خچایشو میده. یک کس میبینی اش توپا میکنه، یک کس میبینی کروتو میکنه، یک کس دیگه سمانک میکنه. همه وقت هم خیلی اشتراک میکنیم. همین دوتورا من دا یک خیش بچم توفه کرده است. نه که این دوتور یک اسبابی هست که هر وقتی بنوازی در تنهایی دلت روشن میشه و خرسن میشه. خیلی با البته جوانی رو به یاد میاریم. صد بار شگر من همین دوتور دا مهری زیاد دارم. پدر می نواخت من مایده بودم در برش می شیستم. با یک سرود میخوند من برابرش سرود میخوندم. مایده بودم. صد بار شگر نه به ایام پدر میاد گرفتم همین دوتور. حواس داشتم ای کودکی. تو این روزا تو وزیره همین دوتور امره من. عجب عنعنه نیکی به هم آمدن ها، شعر و غزلخوانی ها، نقش کشی و چکندوزی ها در نوروز گلبسر و خجستپی. این همه نمونه است برای کودکان و نورسان امروز، زیرا تنها آنها می توانند این هنرها را در آینده باز هم رشد و نمو دهند. سیاحت امامова یکی از چکندوزان ماهر و مشهور ناحیه دنغره و ختلان زمین است. نمونه هنرهای او را می توان در کرته‌های گلدوزی شده چکن، چادرها، تاقی، کرپه و بالشت و دیگر اشیاهای روزگار مشاهده نمود.
که هنرهای ملی را زنده گردوندن. ما بانوان بیکار نمیشینیم و همین رشد هنرها مشغولیم. هر بهار هم که باشه به بهار هم جمع میشیم، همین خیلی با دخترکو درس می‌آموزیم، کلینچکو درس می‌آموزیم. هنرهای خودمونو که خود مادرامون و بابا بیبیمون که یاد گرفتیم با او می‌آموزیم. این قدر با مو تینجی و ورسودگی و امانی فراوان کدای قدر تینجی وطنمون از خوردی که با همین کارو که ذوق داشتیم دویم همین گل دوزی میکردیم، چکن دوزی، گل دوزی، شیروز دوزی، خروق دوزی، قلم کشی، همین خیلی کارو را پیش میبریم. من دخترک کده کرده قلم چکن قلم میکشم میبرم نیدوزن گل دوزیش بو میارم میچسبونم میتم شونه تو را با موفق دلی خچون ذوق همین کودکیمون مادرم که میکرد، مادرم با مادرشون که میکرده همون خمون یاد گرفتیم و بو نخمون دخترمون نشون دادیم کل نمونه فرزندوی همسایه او را همه هم دخترکوی قشلوغمونه همین خیلی نشون میدم. بو یک کورس بدک همون کورس درسشون میدادم، سرتیفیکاتی کورسای سیمو هم میدادم. در شغل اهالی کار میکردم، سازمان جوانوی دنگره دا کار کردگیم. همین خیلی دخترکوی کورسای سیمو ها در آزمون ها اشتراک میکنیم. همین هنرهای دستای خودمون، هنرهای مردمی را، هنرهای دستای خودمون رو با آزمون ها میبریم. در نوروزی و 8 مارس نه چهاربینی ها اشتراک میکنیم. آرام میشیم وقتی که همه فکر تا با همین میگیری آرام میشوی، داولینت بلند میشوه، پس نمیشوه، همه فکر در همه گلدوزی میکنی. او دموی که بیکار بسیار میستن بعد همه فشار بلندی و همه چی ده گرفتار میشوند. ما همه وقت با بیکاری مونده هم کار را میکنیم. با خوراکای ملی کل نمونه یاد میتیم دخترها را، بانک ها و محکم میکنیم، کنسرو میکنیم. همه هنر را نشونشون میتیم دخترها. هنرمند هر نقش و نگار را از روی تخیل خود می آفرد. اینچنین در موردهای دیگر با درخواست مزاجان در آن نمونه مصرع‌های شعری، گلهای زیبای وطن، طبیعت، پرنده ها و غیره نقشکاری و دوخته می شوند. جماعت اسمت شریف و در همه دهه‌های آن جشن نوروز را هر یک دهه با اصول و عنعنه‌های خود جشن می‌گیرند. مثلا با مثل سمنک پزی، شیرخوانی، قروق دوزی، گوشتینگیری و دیگر نمودی بازی‌های شوق‌آور را در دهه‌ها نوروز را با همین گونه بازی ها و چیزا جشن میگیرند و شکرانه استقلالیت میکنیم. چون این دولتی آباد و زیبا و تنج را برای ما مهیا کرده است. در دیگر دولت ها هم به مثل کرته های چکنی خودمون در نوروز را در دیگر دولت ها هم جشن میگیرند که آن عنعنه ها و آن چیزایی که از ما میراث از بیبی و بابای ما میراث موندگی است، ما آنها رو معرفی میکنیم. این بهار و نوروز را با چنین شادی و نشاط استقبال کردیم. بگذار هر روزی زندگانی ما چنین خوب و خاطرمان سپری شود. فصل شکفتنها و جشن جهانی نوروز فرخنده و مبارک باشد.